قرائت شاهزر علامه بابا جان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار دویم. در وادی سیردریا، در بین لنین آباد و نمکت قیراقم بسیار متریال های مهم به دست رسید. آلات دو مرحله دوره مستیه در این ناحیه با بقیه صوفه های قدیمه سیردریا علاقمند است. این آلات ها در ریگ های آبشسته صوفه ها جمع شده اند. در اینجا هم به مثل تیشیکتاش اکثر آلات را بیلچه و کارت های سنگی تشکیل می کنند. فقط فرق در این است که آنها نه از آهک سنگی چخماقی زود شکن بلکه از سنگی سختی سماق پرفرید ساخته شدند. همه این یادگاری ها متعلق مدنیت به اصطلاح لیولوالیو مستیه بوده، با یادگاری های دوره مستیه شرقی نزدیک شباهت دارند. ولی در جنوب تاجیکستان یک چند یادگاری های دوره مستیه پیدا شدند که تماما خصوصیت دیگر داشته، با تمدن هندوستان و سایر کشورهای در جنوب و غرب تاجیکستان واقع گردیده نزدیکند. کلانترین محل این نوع آثار قدیمه قرابوره واقع در وادی وخش نزدیک جلیکول از جانب رناف تدقیق شده است. وی از سلسله دنگی های نه آنقدر بلندی ریگی عبارت است که روی آنها را با قفسی 2 متر سنگریزه ها پوشیدند. مصنوعات قدیمه محض از بین همین سنگریزه ها یافت شدند. جالب دقت است که در این محل در قطار آلات مقرری مستیه مصنوعات مخصوص سنگی، آلات حقیقی قیراق سنگ، چاپر و چاپینگ نیز پیدا گردید که با همین قبیل مصنوعات دوره‌های بعدینه مدنیت سوای هندوستان بسیار مانند است. حفریات میدانچه نزد غار آغزیکیچیک ریان دنغره برای تدقیق مدنیت مستیه متریالی فراوان داد. از اینجا دهها آلت‌های گوناگون سنگی از جمله بیلچه و کارت‌های گوناگون به دست آمد که خیلی خوب ساخته شدند. اینچنین بسیار استخوان حیوان نیز یافت شد که نیاندرتالی‌ها صید کرده بودند. در قطار استخوان حیوان‌های معلومی که تا به حال وجود دارند، استخوان کرک دراز پشم و اسب برین حیوان‌های نیز یافت شدند که تا به روزهای ما آمده نرسیدند. قسم بالایی طبقه مسکونی، طبقه ارخئولوژی اینجا در جای دیگر وا نمی خورد و عبارت از پاره‌های بلای چسبیده ریزه استخوان سنگ پشت‌های دشتی و دیگر حیوان‌ها می باشد. اکثر استخوان پاره‌ها سوختگی اند و این دلالت می کند که مردمی آغزیکیچیک در همان دوره ها اساساً گوشت سنگ پشت را استعمال می کردند. به این طریقه از دوره مستیه سر کرده در مدنیت عصر سنگی آسیای میانه مشابهتی 2 منطقه بزرگ پلیالیت آسیای شرقی و میانه را می توان مشاهده نمود. چنین نزدیکی مدنیت ها را دیرتر در دوره نیالیت هم دیدن ممکن است. مطابق مدرک های نوترین سن آثار اساسی دوره مستیه در آسیای میانه 50-40 هزار سال می باشد. آثار پلیالیت بالا. تخمیناً 40-35 هزار سال پیش تشکل نوع امروزه بشر هاما
ساپینس صورت می گیرد. در این دوره اسباب و آلات سنگی با سرعت تکمیل می یابد. به عوض 34 نمود اساسی آلت‌های زمان مستیه، اسباب و ابزارهای گوناگون سنگی به وجود می آیند. با تکمیل اسباب و آلات حجم آنها خردتر و وسیله‌های شکار نیز بهتر می گردد. در دوره پلیالیت بالا تشکل قبیله ها شروع می شود. قومی مادری که از گروه اکزاگامی آدمانی با رشته‌های خویشی و عمومیت نسب مادری به هم پیوسته فراهم آمده بودند، در همین دوره به درجه رشد و تکامل خود می رسد. پلیالیت بالای آسیای میانه کم تدقیق شده است. ظاهراً برعکس دوره مستیه، شرایط طبیعی نه در همه ناحیه‌های آسیای میانه برای زندگانی آدمان آن دور مساعد بود. مهمترین یادگاری پلیالیت بالا قرارگاه سمرقند می باشد که در درون خود شهر واقع گردیده است. در بین هزاران مصنوعاتی از 3 طبقه مسکونی به دست آمده، ابزارهای مختلف از قبیل بیلچه، کارد، اسبابهای تراشنده، برنده و غیره موجودند. سال 1964 از اینجا جاغ آدمی پلیالیت بالا یافت شد. سردار حفریات لیو چنین تخمین دارد که آدمان این قرارگاه در منزل‌های از گیل و قمیش ساخته شده میزیستند. غنیمت شکار آنها اساساً اسب، خر، گاوی وحشی، شتر، آهوی دشتی، گوسفندی وحشی و گوزن بوده است. دیگر یادگاری پلیالیت بالا محلی است که با نام خواجه غار مشهور بوده. در وادی خرد سلسله کوه ترکستان در نزدیکی دهه چارکوه واقع است. این یادگاری به آخری پلیالیت بالا تعلق دارد. احتمال می رود که آدمان در اینجا 15-12 هزار سال پیش از این، یعنی در عهد کنونی گیولوژی زندگانی کردند. طبقه مسکونی اینجا محفوظ نمانده است. آلت‌های از سنگ چخماق ساخته شده را سیل روفته برده است. ولی این یادگاری از جهت فراوانی انواع آلات چخماق سنگ که با شکل و ساخت و پرداخت خود از آلات باششگاه سمرقند فرق می کند جالب دقت است. سالهای 1969-1970 در باششگاه شغنان که در بالا آب یخسو واقع است چند طبقه مسکونی کشف شد. در این محل در مغز زردخاک جری 50 متری ساحل دریا در وسعت کلان میدان 4 طبقه مسکونی پلیالیت بالا کافته شد. سن طبقه قدیمترین موافق مدرکات گیولوژی و ارخئولوژی 35-30 هزار سال و سن طبقه نوترین موافق اصول رادیو کربنی معین کردن سنه 1050 سال می باشد. از 2 طبقه از همه بالا بیشتر از همه آلات مهنت یافته شد. طبقه های مسکونی باششگاه شغناو چنان جایگیر شدند که جهت استراتیگرافی آنها واضح به نظر می رسد و این به ارخئولوژ ها امکان می دهد که انکشاف تدریجی مدنیت پلیالیت بالای تاجیکستان را روشن تصور نمایند. به مدرک های دیگر نیز استناد نموده ممکن است گفت که در آسیای میانه عهد پلیالیت بالا 2 عنعنه تکنیکی موجودیت خود را دوام میداد که یکی با پلیالیت آسیای شرقی و سیبیر قرارگاه سمرقند و دیگری با پلیالیت آسیای پیش خواجه غار علاقمند بود. توصیف جمعیت پلیالیت.
اما در اساس متریال های ارخئولوژی، انکشاف تدریجی قوه های استحصال کننده جمعیت دوره پلیالیت آسیای میانه را مورد تدقیق قرار دادیم. اما مسئله تکامل تدریجی اجتماعی این جمعیت نهایت درجه مرکب است. حتی قانونیت های اساسی ترقیات آن در اثرهای متخصصان سوسیولوژی نیز به طور مکمل آموخته نشده است. ملاحظه و خلاصه های پیشنهاد شده موضوع بحث و مناظره های تند و تیز گردیدند. مسئله عاید به خصوصیت های انکشاف جمعیت عهد پلیالیت آسیای میانه عموماً به میان گذاشته نشده است. اگر گوییم که جمعیت انسانی بسیارترین قسمت وقت خود را در مرحله عصر سنگ گذرانیده است، این سخن عمومی خواهد شد. در این مورد جایز است که برای واضح‌تر افاده یافتن مطلب قیاسی بارها استفاده شده را بیاوریم. اینک شرطاً فرض کنیم که تمام حیات جمعیت انسانی تا ریولوسیون کبیر سوسیالیستی اکتبر همگی 1 سال دوام کرده است. در آن صورت به آدم تبدیل شدن میمون در اول ماه ینور به وقوع پیوسته دوره حکمرانی پلیالیت قریب تمام سال را تا 25 ماه دکبر فرا می گیرد و تمام تاریخ جمعیت صنفی آسیای میانه به حضور در نیم ساعت آخری پیش از سال نو غنجایش می یابد. تشکیلات اجتماعی در پلیالیت پایین خیلی ساده و ابتدایی بود. کلکتیو های از همه قدیم و نو تشکل یافته آدمان را انگلس گله نامیده است. لینین پی هم گله ابتدایی و کمونه ابتدایی را نامبر می کند. دوره گله ابتدایی دوره است که جمعیت انسانی تشکل یافته اساسهای آن فراهم می آید. در آخر پلیالیت میانه و بالا تشکیلات قبیلوی جمعیت کمونه های ابتدایی با ترتیب قومی و نسبی پیدا می شود. این ساخت قومی مادری بود که زن در آن موقع خیلی بلند را اشغال می کرد. مناسبت عائلوی در دایره نکاح گروهی صورت می گرفت. استحصالات کلکتیو باشد هم، ولی درجه قوه های استحصال کننده نهایت پست بود. این نوع ابتدایی استحصالات کاپیراتیوی یا کلکتیوی البته نه عاقبت عمومی کردن واسطه های استحصالات، بلکه نتیجه ضعیفی شخصیت جداگانه بود. قوه های استحصال کننده در یک جا نمانده به آهستگی تکمیل می یافت. ترقیات بیش از پیش قوه های استحصال کننده و تشکیلات جمعیتی باعث مرکب شوی شکل های مدنیت انسانی می گردید. باید گفت که یاد گرفتن طریق حاصل کردن آتش، ساختن منزل های عادی، رواج شکار حیوانات کلان و به این وسیله گذشتن به زندگانی مقیمی، همه این قدم های مهمی ترقیات پروگرسیوی جمعیت انسانی را نشان می دهد. چنانکه ادمدفن پسر بچه تیشیکتاشی عیان می گردد، در همان وقتها اولین علامت های رسوم دفن، نخستین پدیده های دین به ظهور آمده بود. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
میزالیت و نیالیت. زمان میزالیت و نیالیت را عادتاً به 10-15 هزار سال تخمین می کنند. لیکن دوام این دوره حیات انسانی در هر محل هر خیل بوده است. در اساس معلومات و مدرک‌های موجوده ارخئولوژی به چنین خلاصه آمدن ممکن است که اهالی آسیای میانه در این دوره خیلی سیرشمار گردیده در شرایط ساخت قبیلوی مادرشاهی زندگانی می کردند. در این دوره آلات استحصالات نسبتاً مکمل و بهتر می گردد. اصولهای نوی اسباب و آلات سازی، صیقل دادن، پرمه و اره کردن که در گذشته از آنها هیچ اثری نبود به طور وسیع پهن می شوند. ساحه های نوی خواجگی از قبیل کلالی، زراعت و چارواداری نیز به وجود می آیند. موافق شرایط طبیعی در ناحیه های گوناگون آسیای میانه مکان های شکارچیان ماهیگیر، شکارچیان چاروادار یا خود برزگران ابتدایی پیدا می شوند. آثار میزالیت. آثار دوره میزالیت خصوصاً در محلهای ساحلی کاسپی به طور مفصل تدقیق شده است. نمونه برجسته آن بازیافت دقت انگیز اکلاتنیکوف غار جبل می باشد. معلومات و مدرک‌های از اینجا به دست آمده در سالهای آخر به توسط کشف باز یک مخزن یادگاری‌های قدیمه غار زمزم چشمه افزونتر گردید. در طبقه های پرشمار مسکون این غارها و دیگر یادگاری‌های نزدیکی کاسپی دهها و صدها اسباب و ابزار خردی سنگی چخماقی باقی مانده است که از بین آنها علل خصوص آلات شکل هندسی قطعه دایره سگمنت، سیکنجه، شکل منحرف تراپیزیا جالب دقت است. معلومات و مدرک‌های ارخئولوژی شهادت می‌دهند که در دوره میزالیت و آغاز نیالیت در برابر شکار حیوانات، صید ماهی و غذاغنداری رواج می‌یابد. یادگاری‌های ساحل کاسپی با خاصیت خود به مدنیت همان وقته آسیایی پیش قرابت دارند. هنگام کاوش باششگاه توتقاول در محل ساختمان گیسی نارک آثار نادری میزالیت به دست آمد. در اینجا در قطار آلات معمولی میزالیت آسیایی پیش، کاردهای سنگی یکدمه، سگمنت ها و غیره، آلات دغلتری نیز یافت شد که آنها میزالیت هزاره های 13 هفتی تا میلاد توتقاول را با مدنیت دوره های ثانیتری حصار مربوط می سازند. آثار دره شور هم مکانن و هم توصیفاً به مدنیت نام برده نزدیک است. این آثار در 20 کیلومتر شرقتر توتقاول واقع می باشد. در باششگاه آبی کییک که در جای از قطارکوه رنگین تاخ برآمدن راه دوشنبه قرغان تپه جای گرفته است، یک سلسله آلات عجایب میزالیت یافت شد. اما
آثاری در پامیر کشف شده از این یادگاری ها به کلی فرق می کند. در اینجا در شرایط فوق العاده کوهستان در ارتفاع مطلقی از 3,500 تا 4,200 متر از سطح بحر بلندترین در جهان قرارگاه آدمانی یافت شد که 95,000 سال پیش زندگی به سر بردند. این سنه به واسطه تحقیق فیزیکی انگشت آتشدانی قرارگاه آشخانه معین گردیده است. این خاصیتاً مدنیت دیگری است که از میزالیت غربی به کلی فرق می کند. در آن اساساً اسباب و آلات درشت مثل بیلچه های از سنگ قیراق ساخته شده به نظر می رسند. یعنی در اینجا بیشتر تکنیکی دوره پلی‌ادید حکم فرما بوده، از آلتهای هندسی اثری هم دیده نمی شود. آن اصلاً قرارگاه شکارچیان بوده است که در فصل تابستان با این محل از صید فراوان کوچیده می آمدند. در قرارگاه آشخانه 4 طبقه مسکون کشف کردید. بیش از 10,000 آلت جمع کرده شد. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آثار نیالیت. تخمیناً 9-7 هزار سال قبل از این عصر نوی سنگ آغاز یافته است. در آسیای میانه 3 عمومیت مدنی تاریخی را که از یکدیگر با شرایط زندگی و آثار خود فرق می کنند می توان عیاناً مشاهده نمود. در همین مرحله در حیات جمعیت انسانی تغییرات تاریخی روی می دهد. انسانیت از مصرف و ذخیره نعمت به تولید و استحصال آن قدم می گذارد. جای شکار و غذاغونداری را زراعت و چارواداری اشغال می نماید. این دگرگونی را گاها انقلاب نیالیت می نامند. البته واقعاً این طور نیست، بلکه این نام فقط شرطی است. در طول دامنه کپداخ آن وقتها مسکنهای اهل مدنیت جیتون، قبیله هایی که از تمامی قوم و طایفه های ساکن اتفاق سویتی پیشتر به زراعت شروع نموده اند واقع گردیده بودند. آنها در دهکده های قبیلوی در خانه های کلوخی زندگانی می کردند. چارواداری نیز از مشغولیت های اساسی آنها به شمار می رفت. اسباب و آلات دهقانی آن وقته اکثراً از داسهای ساده سنگ چخماقی عبارت بودند که آنها 36 از 15% آلتهای تدقیق شده را تشکیل می نماید. از نوعهای زراعت بیشتر گندم و جو کاشته می شد. در قطار اسلحه و ابزار سنگ چخماقی پاره های ظرف گیلی هم پیدا گردیدند که از موجودیت کلاری در آن زمان گواهی می دهند. ظرف ها دستی ساخته، بعضاً با خطهای اسلیمی و نقش و نگاری توراسا آرا داده می شدند. این حالا قدیمترین نمونه آثار کلاری آسیای میانه می باشد. به صنعت سفاریات جیتون خیلی فراوان بودن اسبابهای میده سنگی خاص است. در اینجا پیکانی تیر یا نیزه مطلقا دچار نشد. از افتکار اسباب مهنت و جنگ از سنگهای میده ساخته شده بعد وصل کرده می شد. در همان دوره ها برای سفالپزی
کوره و خمدانهای مخصوص وجود داشتند. گرچندی خود اسبابهای سفاری کم استحصال می شد. در یکی از باششگاه‌های مدنیت جیتون در چوپان تپه قبرهای یافت شدند که خصوصیتی به خود خاص دارند و این خصوصیت در دوره‌های ثانی هم به نظر می رسد و آن عبارت از همین است که قبر در خود باششگاه در روی حولی یا در داخل خانه ها کنده می شد. در بین باششگاه های این مدنیت پس ساجق تپه مقامی مخصوص دارد و محض در همین جا بینایی یافت شد که از افتکار بینای جمعیتی می باشد. در یکی از دیوارهای این بینا با رنگ سیاه و سرخ صورت درندگان و چرندگان و نقش عجایب کشیده شده است. این صورت یکی از قدیمترین صورتهای روی دیواری در SSSR می باشد. در دوره نیولیت ساکنان ساحل‌های کمباریش جنوب ترکمنستان برای آبیاری ظاهراً فقط دمیش آب را استفاده می بردند. برای این مخصوص جوی‌ها می کندند و پل‌ها می ساختند. در عین حال در مجرای مابینی دریا و دریاچه‌ها واقع بودن بعضی باششگاه‌ها شاید دلیل آن باشد که آب آن دریا و دریاچه‌ها برای آبیاری زمین‌های لب دریا استفاده برده می‌شد. چارواداری خیلی رونق یافته باشد هم به طفیل شکار نیز خیلی گوشت در جیتون قریب 25% به دست آورده می‌شد. غیر از این پوست و استخوان چاروا نیز در روزگار به کار می رفت. در مکان این مدنیت جیتون نیز چندین مجسمچه های گیلی حیوانات و آدمان را یافتند. این مجسمه ها به عقیده مسان معبدهای قبیلوی می باشد. زمان و تاریخ موجودیت یادگاری های اساسی مدنیت جیتون 1006 پیش از میلاد است. قبیله هایی که به عمومیت دیگر تعلق داشتند در دشت و جلگه های آسیای میانه، خصوصا در واحه بخارا و کناره های بحر ارل حیات به سر می بردند. یادگاری های از آنها باقی مانده را با نام مدنیت کلتمنار یاد می کنند. وی اساساً مدنیت شکارچیان و ماهیداران بوده، با همین جهت از مدنیتی پیش از این ذکر شده تفاوت دارد. کلتمناری ها ظاهراً در مرحله های آخری ترقیات خود برام کردن حیوانات و از خود کردن زراعت ابتدایی شروع نمودند. سنه معمول موجودیت این عمومیت قبیلوی 1004 پیش از میلاد است. شما گفتاری دویم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نفضلی.